نه عمل جراحی و نه تجویز مسکن. تنها راه دفن محتضر است. رژیم اسلامی حاکم بر ایران در طول حیات خود با توجه به ماهیت ذاتیش همواره با جهان سر ستیز داشته و دارد. همین امر مدام آنها را منزوی و مسرود نموده است. در فلسفه فکری حاکمان جمهوری اسلامی این طیف تافته جدا بافته و مظهر حق و حقیقت و منادی عدالت تنها نمایندگان مجاز و دارای حق انحصاری نمایندگی ایدئولوژی و خوانش و قرائت مورد نظر آنها. در این میان حتی گوی سبقت را از خاستگاه اولیه و سرزمین مادری آن باور دینی رو بوده و خود را کاتولیک تر از پاپ معرفی نموده و داعیه نمایندگی تام و تمام و کمال آن را دارند. در این میان به درازای تاریخ موجودیت خود دست به بدعات‌هایی نیز زده‌اند. یکی از این ابداعات نیز تقیه است. آنها بر سر هر تند پیچی متوسل به این پولومیک شده و با ترفندهای مختصی خود را از مخمصه رهانده و از مهلکه جسته‌اند. سران رژیم اسلامی، آخوندها و وعاظ تریبون‌های تبلیغاتی در این باره تبحر کامل دارند. مجالس، وعظ، روضه‌خوانی، مرثیه سرایی و گریاندن حاضرین و پای منبری‌های خود سندی گویا از افسانه بافی، دروغگویی، تحریف حقایق، وارونه نشان دادن رخدادها و غیره است. کاری به ادوار و تاریخ گذشته آنها نداریم و به زمان حال بسنده می کنیم و برای این منظور به یکی دو نمونه عیان و گویا اکتفا می کنیم. به یمن تکنولوژی و بهره‌گیری از آن و نیز وجود دنیای مجازی و شبکه‌های رسانه‌ای و تلاشی جمعی در نشر و بازنشر برخی از آنها، مضحک بودن آن ادعاها برای خیل وسیعی از مردم عیان و آشکار شده است. روزانه مخاطب خاص خود را از دست می‌دهند و رسوا و رسواتر می‌شوند تا جایی که بیشتر از آنها همچون جوک و لطیفه استفاده می‌کنند. دروغ‌ها و وعده‌های 40 ساله رهبر، سران قوا، وزرا، خطیبان، وعاظ، رؤسا، فرماندهان، مسئولین و در کل از عالی ترین تا نازل ترین ارگان‌ها و مقامات رژیم را مد نظر داشته باشیم، چند دهم درصد از آنها رخت عمل بر تن نمودند. در قضیه جنگ 8 ساله و با توجه به تنگنای جانکاهی که در آن گیر افتاده بودند، با سرکشیدن جام زر جانی تازه نگرفتند. آنها برای بقای خود استعداد آن را داشته و حاضر به دادن هر باجی هستند. حتی در این باره برخی از عناصر و مهره‌های اصلی خود را نیز قربانی نموده و به مسلخ کشیدند. در تندپیچ‌های عرصه سیاسی و بین‌المللی اوجگیری تنش‌ها هم هرگاه با به میدان آمدن شخص رهبر و تراشیدن عنوانی باز از مهلکه جسته‌اند. از جمله در موضوع توافق هسته‌ای موسوم به برجام و نرمش قهرمانانه و یا گسیل مخفیانه عناصری برای مذاکراتی مخفیانه با سران اروپایی و آمریکایی و نیز توسل به واسطه و واسطه‌گری در این راستا نمونه‌های دیگری در این باره اند. اکنون با فرو افتادن تشت رسواییشان از وام متوسل به همان حیله‌ها شده و حسن روحانی در سخنرانی در جلسه کابینه روز چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه سال 98 برای خالی نبودن عریضه و ژستی برای بیان سخن از موضوع قدرت پیش شرط‌هایی را برای مذاکره با آمریکا عنوان می‌کند. او گفت چنانچه آمریکا فشارها را بر ما کم کند و معذرت خواهی کند برای مذاکره آماده ایم. خیلی جالب است. تمام فشارهای آمریکا برای تضعیف و به پای میز مذاکره با به میل خود کشاندن است، وگرنه مذاکره برای چیست؟ جالبتر این که این رژیم به کدامین صراط مستقیم است.
از این سو رئیس جمهور تشریفاتی و نمادین بحث از مذاکره می کند و از آن سو رهبر و مرجع و فرمانده کل قوا مهره هایش را برای جنگ می چیند و آرایش جنگی به خود می گیرد. لذا باید برای جهانیان روشن شده باشد که این رژیم فاقد هر گونه معیار و ملاک متعارف دنیای امروز است و مرتب گریز و زیگزال می‌زند و برای بقای خود و به شرط آن حاضر به تخریب جهان است و تا کنون نیز چنین عمل کرده است. پس هر گونه ژست و ادعایی بیانگر ماهیت حقیقی این رژیم نیست و تنها برای فریفتن جهان است. چنانکه در مخفی نمودن طرح‌های اتمی خود نیز چنین بوده و هست. بنابراین هر گونه ترفندی از سوی این رژیم برای فریب و خود رهانیدن از مهلکه است. تنها راه گریز از این فاجعه جهانی و احتراز از عوارض و تبعاتش دفن این محتضر است و هر گزینه دیگر به جز این به عنوان دارویی مسکن عمل نموده و منتهی به بقای این رژیم شده و مخاطره‌ای است برای جهان و جهانیان. این امر نیز ممکن نیست مگر با به میدان آمدن مردم ایران و پشتیبانی و حمایت جهانی از قیام مردم و پرهیز از حمایت رژیم حاکم بر تهران.